وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، خوشحالم که در یکی دیگر از قسمت‌های برنامه راهنمود سنت در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی قرار دارم. در مورد کتاب دلائل الخیرات در برنامه گذشته یا در قسمت گذشته صحبت کردیم و کوتاه و فشرده یک معرفی کوتاهی از این کتاب کردیم. حالا می‌خواهیم بریم سر اصل موضوع که ما گفتیم این کتاب را با مقدمه شروع کرده حقیقتاً، یا بگین با فصل شروع کرده که در آن فضائل درود را مطرح کرده که ما بعضی از روایاتی آورده که قابل بحثه که در مورد این روایات صحبت بشه و در مورد آنها حرف زده بشه. و بعد ان شاء الله می رویم به سراغ بعضی از مخالفاتی که و بعضی از تعارضاتی که در این درود و در این کتاب نسبت به قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست را مطرح بکنیم. با همدیگر می رویم به اصل کتاب، به کتاب مراجعه می کنیم، با نسخه خطی که در نزد بنده هست مراجعه می کنیم تا اینکه ببینین در این کتاب چی هست و چی روایاتی را آورده. اینجا شما مشاهده می کنید که نوشته کرده فصل فی فضل الصلاة علی النبی صلی الله علیه و سلم، فصلی که در باب فضل و خوبی و برتری درود فرستادن بر نبی صلی الله علیه و سلم می باشه. شروع کرده از آیه قرآن کریم قال الله عز وجل ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. بعد آمده روایات را و یروا آمده روایات را به همین ترتیب بدون ذکر سند حقیقتا آن را مطرح کرده که گفتیم بعضی از روایاتش مورد بحثه که انسان باید در مورد آنها صحبت بکنه و بحث در مورد آنها بشه. به عنوان مثال بنده دو روایت را در اینجا به خدمت شما عزیزان بیان می کنم که دو روایت دروغ و روایاتی که حقیقتا هیچ جایگاهی در شریعت اسلامی یا بگین در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود ندارد. به عنوان مثال این روایت را اینجا عزیزان داشته باشند. میگه و روی عنه صلی الله علیه و سلم انه قال، از پیامبر روایت شده. اولا این رویه به هر جا در این کتاب رویه میگوید، یعنی حقیقتا میشه گفت که سیغه قوی نیست در نقل حدیث که ما رویه بگوییم و این سیغه اصلا خودش سیغه ضعفه. به هر صورت میرویم به سراغ این که ببینین چی گفته. میگه از پیامبر روایت کرده که رسول الله علیه و سلم فرمودن من صلی علی صلاة تعظیما لحقی، کسی که بر من درود بفرستد از روی تعظیم و از روی بزرگ داشتن حق من، خلق الله عز وجل من ذلك القول ملکا، الله متعال خلق میکنه به خاطر همین که او درودی بر من فرستاده، الله خلق میکنه ملکی را که له جناح بالمشرق والآخر بالمغرب، برای او بالهایی است در مشرق و در مغرب، یکی در مشرق یکی در مغرب، و رجلاه مقرورتان فی الارض السابعه، و پاهای او قرار داده شده در زمین هفتم السفلا، و عنقه گردنش ملتویه تحت العرش، ملتوی هست، یعنی به شکلی به هر حال کج است به زیر عرش. یقول الله عز وجل له، الله متعال برای این ملک میگه، این ملکی که آفریده با این صفات که دو بالش یکی در مشرق و یکی در مغرب و پاهایش به زمین هفتم است و گردنش ملتوی هست در زیر عرش، یعنی اینقدر بزرگه.
الله به این ملک میگه که صلی علی عبدی، بر بنده من درود بفرست، بر این بنده ای که بر پیامبر درود فرستاده، کما صلی علی نبیی، چنانچه او بر پیامبر من درود فرستاده، فهو یصلی علیه الی یوم القیامه، و این ملک هم بر این انسانی که درود به پیامبر صلی الله علیه و سلم فرستاده تا روز قیامت چیکار میکنه؟ درود میفرسته. من میخواهم که این روایت در کجا هست، در کدام حدیث صحیح، در کدام کتابی که احادیث صحیح را جمع کرده، در کدام کتاب مورد اعتبار هست، با کدام سند صحیح این کتاب نوشته شده، این با کدام سند صحیح این حدیث آمده. این روایت است دروغ، روایت است کلا موضوع و دروغ، هیچ جایگاهی در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نداره. به همین ترتیب میاییم روایت دیگری نشان میدیم که حقیقتا در این روایت هم این فرد آمده روایت دیگری که حقیقتا روایت کاملا ضعیفی هست و یا بگین روایت دروغی هست که به رسول الله صلی الله علیه و سلم آن را نسبت میده. و ما گفتیم که در این کتاب همچون روایاتی به هر حال وجود داره که حقیقتا میشه گفت که هیچ جایگاهی در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نداره و پیامبر علیه السلام از این روایاتی که حقیقتا در اینجا بیان میشه رسول الله علیه السلام بیزاره. اینجا را عزیزان داشته باشن. میگه و قال النبی صلی الله علیه و سلم ما من عبد صلی علیه الا خرجت الصلاة مسرعة من فیه فلا یبقى بر ولا بحر ولا شرق ولا غرب الا و تمر به. میگه که پیامبر علیه السلام گفتن هیچ بنده نیست که بر من درود بفرستد مگر اینکه این درود از زبانش بیرون میشه، با سریع از دهانش بیرون میشه و تمام در خشکی ها و در بحرها و دریاها میرسه و در شرق و غرب میرسه، الا و تمر به همه میگذره و تقول انا، این درود میگه انا صلات فلان ابن فلان، من درود فلانی و ولد فلانی هستم. صلی علی محمد المختار، این فرد بر محمد مختار صلی الله علیه و سلم درود فرستاده. خیر خلق الله فلا یبقى شیء الا و صلی علیه، همه اشیا هم بر این انسان درود میفرستند. و یخلق من تلک الصلاة طائر له 70,000 جناح، از این درودی که این میفرسته یک پرنده به وجود میآید، پرنده الله خلق میکنه، خلق کرده میشه که برای او 70,000 بال هست. فی کل جناح 70,000 ریشه، فی کل ریشه 70,000 وجه، فی کل وجه 70,000 فم، فی کل فم 70,000 لسان، و همچنین کل لسان یسبح الله تعالی ب70,000 لغات و یکتب الله له ثواب ذلك کله. سبحان الله. یعنی به همین ترتیب 70,000 و 70,000 و 70,000 و 70,000 تا میایه 70,000 دعا میکنه و 70,000 ثواب برایش میرسه. یعنی حقیقتا ما گفتیم که رسول الله علیه السلام میگن که من صلی علیه صلاة صلی الله بها عشرا، وقتی که انسان بر الله متعال بر پیامبر صلی الله علیه و سلم درود میفرسته، الله متعال به او 10 درود میفرسته. این 70,000 و 70,000 و 70,000 و 70,000 این فضیلت از کجا آمده؟ در کدام حدیث صحیح این حدیث این وجود داره؟ این حدیث هم دروغه، این حدیث هم مثل حدیث گذشته دروغه. این از مقدمه کتاب و از فصل اولش هست. از فصل اول این کتاب شروع میشه که حقیقتا مسائلی مطرح میکنه که در سنت پیامبر علیه السلام وجود نداره و احادیث میشه گفت احادیث صحیحی نیست. حالا بحث ما اینجاست بینندگان عزیز و گرامی، ما فقط در این فصل 2 حدیث را مطرح کردیم و شما قیاس کنید. نمیگم که کل این فصل با احادیث دروغ نهفته شده، احادیث صحیح هم وجود داره، ولی میبینین که این حقیقتا برای این که مردم را تشویق کنن چه دروغ‌های ساختند. تشویق مردم از راه دروغ، تشویق مردم از راه خرافه‌گویی، تشویق مردم از راه دروغ بستن به رسول الله صلی الله علیه و سلم. مگر پیامبر علیه السلام نمیگویند من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار؟ کسی که بر من دروغ، حدیث متواتره، کسی که بر من از روی عمد و قصد دروغی را میبندد فلیتبوأ مقعده من النار، جایگاه خود را در آتش جهنم در واقع آماده کرده و آماده میکنه. یعنی ما بر پیامبر نعوذ بالله دروغ بگیم تا مردم را به طرف دین پیامبر بکشانیم؟
این کدام منطق است؟ این کدام دلیل؟ این کدام دین هست؟ کدام سنت هست که ما با دروغ مردم را به طرف دین بخوانیم؟ با دروغ مردم را دعوت بکنیم به سوی دین رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ حقیقتا این از انصاف به دور است، از حقیقت به دور است، از دین به دور است، از شریعت به دور است، از سنت به دور است که ما با روایات دروغ و ساختگی بیاییم به رسول الله صلی الله علیه و سلم نعوذ بالله پیامبر را متهم بکنیم و چیزهایی از زبان پیامبر مطرح بکنیم که حقیقتا نه آن را شرع قبول می کند و نه هم آن را عقل قبول می کند. به هر صورت متاسفانه گفتیم که در این کتاب ما به عنوان مثال 2 حدیث را مطرح کردیم، 2 روایت را مطرح کردیم که علما در مورد آنها میگویند این احادیث و این روایات دروغه، دروغ بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت داده شده و این انسانی که این کتاب را میخواند، شما تصور کنید عبادت گفته این روایات را شاید بشه که احیانا اگر سخنران باشه، اگر خطیب باشه، اگر فردی باشه که به هر حال صاحب سلطه و مقام و جایگاهی باشه، شاید برای مردم هم اعلان بکنه، تبلیغ بکنه که بله بیاین این را بخوانید. حالا به عنوان مثال من میگویم، شما تصور کنید اگر فرد این روایات را بشنود، این روایات دروغین را بشنود، آیا او دیگه تمایل به طرف تلاوت قرآن پیدا میکند؟ چرا تلاوت قرآن بکند؟ چرا؟ تلاوت قرآن هر حرفش 10 ثواب داره، ولی این 70 حرف و 70 حرف و 70,000 و 70,000 و 70,000، این شما تصور بکنین یعنی چی میگوین اینها؟ برای رسول الله صلی الله علیه و سلم دروغ میبندند تا اینکه مردم را از قرآن دور کنند. شاید فردی که این را نوشته هدفش این نبوده، هدفش این بوده که مردم را تشویق بکنه، اما تشویق مردم از راه دروغ و عده دیگر این کتابها را منتشر میکنند تا مردم را از قرآن دور کنند، مردم را از اصل دین دور کنند، چون قرآن هست که اصل دین را برای ما مطرح میکنه. وقتی که یک فرد و مادامی که یک انسان بیایه به این روایات بچسبه و به این کتب بچسبه، آیا دیگه این به قرآن کریم تمایل پیدا میکنه؟ ابدا نمیکنه، چون به این چسبیده و خلاص میگه همینه دیگه، این دعاست عبادته. و میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم این چنین گفتند، در حالی که پیامبر علیه السلام از این کلمات و از این حروف و از این الفاظ بیزارند. به هر حال بینندگان عزیز و گرامی، اجازه بدین که با هم دیگر برویم به سراغ بعضی از مسائلی که در این کتاب مطرح شده، غیر از آنچه که ما در مونیتور آن را نشان دادیم، در صفحه آن را نشان دادیم. در داخل این کتاب حقیقتاً چنانچه به خدمت شما عزیزان و بینندگان گرامی عرض کردم، به عنوان مثال شما در این کتاب، در این قسمت، در این کتاب، البته این هم در جمله فضل و در جمله فصلی است که در فضل یا فضیلت درود فرستادن به رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. در اینجا میگه که اینجا شروع میکنه برای درود فرستادن به رسول الله صلی الله علیه و سلم، این صفحه را نشان بدن، شروع میکنه میگه که اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و علی اهل بیته. بعد میگه اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد حتی لا یبقى من الصلاة شیء وارحم سیدنا محمد و آل سیدنا محمد حتی لا یبقى من الرحمة شیء. اینجا را حقیقتاً این فردی که این را نوشته به قرآن کریم ناآشنا بوده، به حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ناآشنا بوده، و الا اینکه این حرف خطرناکه. وارحم سیدنا محمد، یا الله بر پیامبر صلی الله علیه و سلم رحمت بکن، و آل سیدنا محمد و بر آل پیامبر ما و سردار ما و بزرگ ما محمد صلی الله علیه و سلم رحمت بکن، حتی لا یبقى من الرحمة شیء، تا این که از رحمت دیگه چیزی باقی نماند. این حقیقتا یعنی نافهمی یک انسان را و جهالت یک انسان را نشان میده که نسبت به قرآن کریم و نسبت به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. الله متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه اعراف آیت 156 میگه و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من بر همه چیز فراخی داره، بر همه چیز. مگر امکان داره که رحمت الله متعال تمام بشه؟ یعنی این انسان میآیه در این دعا چی میگه؟ لا یبقى من الرحمة شیء، این منحصر کردن رحمت الله هست. به کدام دلیل؟
و بر کدام مقام و جایگاه خود این فرد آمده رحمت پروردگار را اختصاص میده، رحمت الله را منحصر میکنه. منحصر کردن رحمت الله سبحانه و تعالی به این شکل و به این قیافه ای که این فرد آمده مطرح میکنه در کجاست؟ مگر الله متعال در این سوره مبارکه اعراف آیت 156 نمیگه و رحمتی وسعت کل شیء؟ رحمت من بر همه چیز فراخ است. رحمت الله مگر تمام میشه؟ مگر الله متعال سبحانه و تعالی رحمتش تمام شدنی هست که این فرد آمده میگه که لا یبقى من الرحمت شیء؟ چنان درودی یا الله بر پیامبر چنان رحمتی بر پیامبر بفرست که دیگه چیزی دیگه از رحمت باقی نمانه. همه رحمات را به پیامبر بفرست و هیچ رحمت دیگری باقی نمانه. نعوذ بالله. این چی حرفیه؟ الله سبحانه و تعالی میگه و رحمتی وسعت کل شیء. رحمت من بر همه چیز فراخ است، فراگیر است. رحمت الله متعال فراگیر همه است. فراگیر پیامبر است، فراگیر بقیه مردم است، فراگیر همه مخلوقات است. ولی این فرد میآیه رحمت الله متعال، همه رحمت الله را منحصر بر رسول الله علیه السلام و آل رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنه. خلاف آیه قرآن هست، کلا متضاد با آیه قرآن، کلا آیه قرآن را رد میکنه. الله متعال میگه و رحمتی وسعت کل شیء. رحمت من فراگیر همه هست، فراگیر همه چیز هست. نمیگه و رحمتی وسعت کل انسان یا کل ملک کل جن، نه، کل شیء. شیء نکره است، یعنی بر همه اشیا بدون استثناء، بلا استثناء. رحمت الله شامل همه مخلوقات میشه. ولی انسان میاد چی میگه؟ میگه رحمتی که میگه تمام رحمت را که لا یبقى من الرحمت شیء، دیگه از رحمت هیچی دیگه باقی نمانه. اللهم وارحم محمد و علی آل محمد، ای الله بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و سلم رحمت بکن، حتی لا یبقى من الرحمت شیء، تا این که دیگه از رحمت چیزی باقی نمانه. در حالی که آیه قرآن چی میگه؟ و رحمتی وسعت کل شیء. و ما در این مورد روایتی هم داریم که اجازه بدین این روایت را بعد از میان برنامه به خدمت شما عزیزان روایت بکنم و به خدمت شما عزیزان القا بکنم تا اینکه بفهمیم که اینجا چی تضادی با آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم دارد. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. به یقین الله از مؤمنان که در زیر درخت با تو بیعت کردند راضی شده است. او از آنچه در دلهایشان میگذشت آگاه بود. پس آرامش را بر آنان نازل کرد و پیروزی نزدیکی به آنان پاداش داد. با عرض سلام مجدد به خدمت شما عزیزان و بینندگان گرامی، در ادامه برنامه راهنمود سنت در خدمت شما هستیم. در مورد این صحبت می کردیم که فردی که این کتاب را نوشته، کتاب دلائل الخیرات را، آمده در این میگه که ای الله بر پیامبر رحمت بفرست و بر آل پیامبر رحمت بفرست که حتی لا یبقى من الرحمت شیء، تا این که از رحمت دیگه چیزی باقی نمانه. همه چیز را یا الله خلاص، همه رحمات شامل حال اونها و کسی دیگر را فراگیر نشه و به کسی دیگر نرسه. و ما گفتیم که الله متعال میگه و رحمتی وسعت کل شیء، آیت 156 سوره مبارکه اعراف، که کلا با این قول مخالفه. حدیثی داریم در سنن ابن ماجه و در بعضی از کتب حدیثی دیگه هم آمده، در کتب سته آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان لله 100 رحمه، برای الله سبحانه و تعالی 100 رحمت است. قسم منها رحمتا بین جمیع الخلائق، الله متعال یکی از این، جزئی از این 100 تا را، یعنی یکی از 100 تا را
الله متعال در میان مخلوقاتش تقسیم کرده. فبها یتراحمون، و به توسط همین یک رحمته. توجه داشته باشین، الله متعال 100 رحمت داره، از 100 رحمت یک رحمت را در میان مخلوقاتش تقسیم کرده. فبها یتراحمون، به توسط همین رحمت، همین یک رحمت چیکار میکنن؟ بندگان با خود عطوفت دارن، مهربانی دارن، با همدیگر تراحم دارند. و بها یتعاطفون، و با همدیگر عاطفه دارن، مهربانی دارن. و بها تعطف الوحش على اولادها، حتی حیوانات وحشی هم بر اولاد خود و بر جوجه های خود هم رحمت دارن. و این نشانگر رحمت الله همان یک رحمتی است که الله در میان همه خلائق تقسیم کرده. در میان همه خلائق یکی تقسیم کرده و در میان انس و در میان جن و در میان حیوانات و همه مخلوقات یک رحمت تقسیم شده. شما بعضی از حیوانات وحشی را ببینید که حیوانات دیگر را و انسانها را میدرند، اما با جوجه خود و با آن حقیقتا آن حیوانی که از خودشان به وجود آمده چقدر مهربانند، چقدر عطوفت دارند. این همان یک رحمتی است که الله متعال سبحانه و تعالی داده. و بعد پیامبر علیه السلام میفرمایند و اخر 99 رحمه، الله متعال 99 رحمت دیگر را آنها را پیش خودش نگه داشته. یرحم بها عباده یوم القیامه، الله متعال سبحانه و تعالی در روز قیامت به توسط آن 99 رحمت بندگان خیش را مورد رحمت قرار میده. سبحان الله. این نشانگر وسعت و نشانگر فراخی نعمت رحمت الله سبحانه و تعالی است. 100 رحمت در نزد الله هست، یک رحمت را در میان همه مخلوقات تقسیم کرده. ببینین بعضی انسان ها چقدر مهربانند، چقدر عاطفه دارند. حقیقتا جزء بسیار بسیار کوچکی از همان یک رحمت به این انسان رسیده. شما تصور کنید که 99% دیگر در نزد الله هست. الله چقدر مهربانه. و این 99 رحمت در روز قیامت شامل حال بندگانش می شود. در این حدیث رسول الله علیه السلام نمیگن که و اخر 99 رحمه یرحم بها رحمت میکنه الله متعال توسط این 99 رحمت من و خانواده من را، محمدن و آل محمد. نمیگن این گونه. بها عباده، همه بندگانش را الله متعال مورد رحمت قرار میده. این نشانگر وسعت و فراخی رحمت الله سبحانه و تعالی است. اما صاحب این کتاب آمده چی؟ رحمت الله متعال را چنان تنگ کرده که اصلا آیات قرآن کریم کلا رد میکنه. احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم کلا آن را رد میکنه. با این تنگی که این فرد آمده مطرح کرده در قرآن کریم و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم خلاف آن مطرح شده. من میخوام از آقا احمد عزیز که یک بار دیگر این صفحه را نشان بدن. آیات قرآن را خواندیم که الله میگه و رحمتی وسعت کل شیء. حدیث پیامبر را خواندیم که رسول الله علیه و السلام میگن 99 رحمت 100 رحمت در نزد الله هست، 99 تا در نزد خودش باقی مانده، یکی دیگر را در میان همه مخلوقات فرستاده، در میان همه مخلوقات آن را تقسیم کرده. و بعد میفرمایند که 99 رحمت را الله متعال نگه داشته تا روز قیامت در میان بندگان خود رحمت بکنه و آنها را مورد رحمت خیش قرار بده. اما این فرد چی میگه؟ میگه که ورحم سیدنا، ای الله رحمت کن سید ما را محمدن و آل سیدنا محمد، حتی لا یبقى من الرحمت شیء، تا این که از رحمت دیگه چیزی باقی نمانه. و این نشانگر این است که این فرد قرآن کریم را نمیدانسته و احادیث پیامبر را آگاه نبوده، غلو کرده در این باب، غلو کرده، ولی غلو بسیار بیجای، غلو بسیار بعیدی، دوری. حالا احیانا بعضی ها غلو میکنن، غلوشون به هر حال یک چیزی خورده است، اما این فرد چنان غلو کرده که اصلا دیگه همه چیز را زده کنار، همه چیز را انداخته دور. و ما گفتیم که این کلا مخالف آیه قرآن هست و آیات قرآن هست که به عنوان مثال آیه را نشان دادیم، آیه را به خدمت شما تلاوت کردیم، و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که به عنوان مثال یک حدیث را از سنن ابن ماجه به خدمت شما عزیزان و گرامیان بنده روایت کردم.
اجازه بدین که از خدمت شما در این قسمت رخصت بشیم و مسائل دیگری باز هم مربوط به این کتاب می شود، کتاب دلائل الخیرات، که مخالفاتی که با قرآن کریم و با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم داره ان شاء الله در قسمت های بعدی به آن خواهیم پرداخت. در این قسمت همه شما را به الله متعال میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Mm-hmm.